بسم الله الرحمن الرحیم. خب رسیدیم به قسمت دوم از داستان ابو سفیان ابن حارث. اگه یادتون باشه گفتیم که ابو سفیان ابن حارث هم پسرعموی پیامبر بود، هم برادر شیرخوار پیامبر بود، هم شبیه پیامبر بود، هم دوست صمیمی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بود تا قبل از بعثت. بعد از بعثت متاسفانه کینه و دشمنی و حسادت مانع از این شد که این بتونه بالاخره دین اسلام رو بپذیره، برخلاف همه انتظارهایی که میرفت. و گفتیم که 20 سال با پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم دشمنی کرد و حالا زمان فتح مکه بود و بالاخره پیامبر داشت به سمت مکه می اومد و با همسرش گفت ما چه کنیم با فرزندانش. همسرش گفت بالاخره تو مسلمان بشی. همه مسلمان شدن و ایشون بالاخره از مکه اومد بیرون و فرزند خودش جعفر رو هم برداشت. در یک موقعیتی قرار گرفت که بتونه خودش به پیامبر برسونه، خودش به پیامبر رسون، اما از هر سو که به پیامبر نگاه میکرد پیامبر از این رو برمیگردون. به تبع اون مسلمان ها هم همینجوری، ابوبکر هم همینجوری، عمر هم همینجوری و یکی از انصار هم که وقتی اینو دید خیلی ناراحت شده بود و گفتیم شروع کرد دیگران رو تحریک کردن. این همون کسیه که با پیامبر این کار کرده، اذیت آزار کرده، این همین مسلمان ها رو کشته، شرق و غرب علیه ما تحریک کرده و چنین سخنانی. و دیگه این شرایط بهش تنگ شده بود، مونده بود چیکار کنه که میگه یه دفعه چشمم به عباس عموی خودم افتاد که عموی پیامبر هم بود. میگه خودم رو در پناه اون قرار دادم، گفتم عمو به داد من برس. من خوشحال با خودم گفتم من میام الان مسلمان میشم. پیامبر خوشحال میشه به خاطر اینکه میبینه یکی از نزدیکانش مسلمان شده، به خاطر قوم قبیله فامیلیگی بین ما وجود داره، دوستی و صمیمیت و پسر عمویی هست و بیا تو صحبت کن با پیامبر، شاید پیامبر راضی بشه، دست از بالاخره به من توجه بکنه. قسم به خدا من دیگه سعی میکنم آدمی خوبی باشم. این گفت من نمیتونم با پیامبر صحبت بکنم. بعضی که پیامبر تو رو برگردون دیگه فرصتی برای ما نیست که ما بخوایم کاری بکنیم و پیامبر بالاتر از این هست، اباحتش و فلان، که ما بخوایم اونجا سخنی بگیم، حرفی بزنیم. گفتم عمو به داد من برس که اگه به داد من نرسی میبینی که چه اتفاقی برای من میفته. امروز غم و اندوه به من غلبه کرده، شرایطم خیلی بده، من نمیدونم چی کار باید بکنم. میگه دیگه چشمم افتاد پسرعموی خودم علی ابن ابی طالب. رفتم با علی صحبت کردم، گفتم علی، همون حرفایی که به عباس زدم به علی گفتم ما به هم فامیلیم، قرابت فامیلی داریم، از یک رگ و ریشیم، یک خونیم. تو به کاری بکن که بالاخره من میتونم بالاخره پیش پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم سفارش منو بکن، واسطه من به شفاعتی بکن، شاید پیامبر به من توجه بکنه. ولی میگه فایده نداشت و همون حرفی رو زد که عباس عموی من به من گفت. ابو سفیان ابن حارث میگه خب من دیگه دوباره برگشتم پیش عموی خودم عباس، گفتم عمو نگاه بکن، من چیکار کنم که بتونم محبت پیامبر رو به دست بیارم، چیکار بتونم بکنم جبران بکنم. ببین یک مردی الان داره من همش دشنام میده، مردم علیه من تحریک میکنه، من الان شرایط من به هم خورده، امنیت من وضعش به هم خورده، من در شرایط بدی قرار گرفتم. ابو سفیان گفت عباس گفت عموی من به من گفت خب اون کیه؟ بگو اون مرد چه شکل و قیافه‌ای داره؟ چجوری براش تعریف کردم اینجوری که این نعیمان ابن حارث نجاری هست. یک کسی رو فرستاد دنبالش، نعیمان اومد گفت نعیمان نگاه کن، این ابو سفیان ابن حارث پسر عموی پیامبره، پسر برادر من هست. امروز ممکنه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم از اون ناراحت باشه، اما فردا باز پیامبر از اون راضی خواهد شد. دست از سرش بردار، مردم علیش تحریک نکن تا ببینیم تا خداوند چه میخواد، شاید پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم زودی از اون راضی بشه. میگه اونم خوشحال شد، گفت چش، حالا که اینجوری من دست دیگه برمیدارم، هیچ کاری انجام نخواهم داد و دیگه این رو به حال خودش رها کرد. خب ابو سفیان ابن حارث همچنان همراه بود با همین گروه تا اینکه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در منطقه جحفه یا جحفه قرار گرفت. میگه من رفتم جلوی در اون محلی که پیامبر اون قرار گرفت، حالا اون خونه هر جایی بود، چادری بود، قرار گرفتم و پسرم جعفرم میگه با من ایستاده بود کنار من. میگه پیامبر تا از اومد بالاخره از منزل اومد بیرون تا چشمش به من افتاد باز به من رو برگردوند، ولی میگه من ناامید نشدم. گفتم بعد من هر توشته رضایت پیامبر رو به دست بیارم، در هر فرصتی در هر جایی که پیامبر میرفت خودم رو در برابر اون قرار میدم و پسرم رو هم جعفر کنار خودم همراه خودم داشتم. ولی پیامبر هر وقت منو میدید از من رو برمیگردون. و مدتی بالاخره گذشت، دیگه دیدم نه، شرایط برام خیلی سخت شده، تنگ شده. همسرم هم میگه همراه من بود، به همسرم گفتم نگاه کن، قسم به خدا یا رسول خدا از من راضی میشه که من دیگه مشکلم حل بشه، یا اینکه من دست این پسرم رو میگیرم میزنم به بیابان ها، هر چی میخواد بر سر ما بیاد میریم میزنیم به دشت و بیابان، هر بدبختی میخواد بشه، از گشنگی و تشنگی ما بمیریم. دیگه من تحمل ندارم که ببینم رسول خدا صلی الله علیه و سلم اینقدر من بی توجهی میکنه و اینها.
میگه رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی این صحبت من شنید دلش به نرم شد و از اون بالاخره خیمه خودش اومد بیرون، نگاهی به من کرد و میگه من هم امید داشتم که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بخنده و لبخندی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله زد. میگه بالاخره ایشون هم مسلمان شد. میگه رسول خدا صلی الله علیه و آله وارد مکه شد و من هم در رکاب رسول خدا صلی الله علیه و آله وارد مکه شدم و به طرف بالاخره ما همراه پیامبر بودم و هرگز دیگه بعد از اون جریان پیامبر خدا رو صلی الله علیه و سلم میگه من رها نکردم تا اینکه روز جنگ حنین شد، جنگی که عرب‌ها از هر گوشه با هم جمع شده بودن که تا در برابر پیامبر صلی الله علیه و سلم بتونن یک ضربه کاری بزنن. میگه یک جمعیت خیلی کثیری جمع شده بود و همه اومده بودن که بتونن که مسلمان‌ها رو در شرایط خاصی قرار بدن و دیگه ضربه پایانی رو بزنن. رسول خدا صلی الله علیه و سلم با جمعی از اصحاب و یارانش برای مقابله با اونها بیرون اومد از مکه و میگه من وقتی که این جماعت مشرکین دیدم اینقدر زیاده گفتم الان زمانی که من بتونم جبران کنم تمام اشتباهاتی که انجام دادم. باید من امروز هر چه بدی کردم جبران کنم، هر چه دشمنی کردم به پیامبر خدا در حق مسلمانان الان وقتشه. و میگه به پیامبر خدا گفتم من همراه شما خواهم شد و امیدوارم بتونم امروز قدمی جبران بکنم و امیدوارم کاری بکنم که شما از من راضی بشید. میگه وقتی میدان جنگ خیلی شدت گرفت و جنگ میگن تنورش داغ شد و بالاخره خیلی از مسلمانان چون مینا در یک جنگ حنین شرایطی بود که واقعا عجیب و غریب بود، میگه دچار سستی شدن، در یک تنگنا قرار گرفته بودن در وضعیتی و برخی از اطراف پیامبر حتی پراکنده شدن. میگه اما من در اون شرایط کوتاه نیومدم و به رسول خدا گفتم پدر مادرم فدای شما باشه، من هر طور شده در این میدان هستم. میگه رسول خدا خودش به قلب دشمن میزد، من هم به قلب دشمن خودم رو میزدم کنار پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، از چپ و راست دفاع میکردم از پیامبر خدا و سعی میکردم که نذارم به پیامبر خدا آسیبی برسه. میگه دیگه از اسب خودم پریدم، این غلاف شمشیرم رو شکستم، گفتم قسم به خدا یا من باید بمیرم که مگر اینکه خدای نکرده به رسول خدا صلی الله علیه و سلم آسیبی برسه. میگه عموی من هم از عباس لجام اون قاطر پیامبر رو گرفته بود، در کنار من ایستاده بود و ما همچنان از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم دفاع می‌کردیم و من در شمشیر دستم بود، از چپ و راست نمی‌ذاشتیم به پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم کسی نزدیک بشه. میگه تو این لحظه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم وقتی من اینقدر دارم جان بازی می‌کنم، جان فدایی می‌کنم، رو به عموی خودش عباس کرد که عموی من هم باشه، گفت این کیه داره این کارو میکنه؟ این در جهت تحبیب هستش. گفت که نمی‌بینی کیه؟ این برادر تو، پسر عموی تو، ابو سفیان ابن حارث هست. خب ازش راضی شد رسول خدا صلی الله علیه و سلم. میگه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت بابا من راضی شدم، خدا این رو ببخشه و هر چه دشمنی در حق ما کرده خدا این رو ببخشه. دیگه میگه من نمیدونستم، از خوشحالی میخواستم در اون میدان جنگ پرواز بکنم، قلب من دیگه به پرواز در اومده بود. در همینجوری در رکاب رسول خدا صلی الله علیه و سلم بودم، میگه پای پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم رو همین در رکاب بود، پای پیامبر رو بوسیدم و پیامبر رو به من کرد که برادر من قسم به جان من برو دیگه، برو بجنگ، در این میدان باید بجنگی. دیگه میگه من با سخنان پیامبر دیگه حماسم بیشتر تحریک شد و در این میدان در برابر این مشرکان چنان جنگیدیم که بالاخره خداوند توفیق داد که مسلمان ها تونستند که به مدت مقدار زیادی اینها دشمنان رو دور بکنند و پراکنده بکنند. در هر صورت بعد از اون تاریخ ابو سفیان ابن حارث دیگه در بعد از جنگ حنین دیگه بود که همیشه کنار پیامبر بود، پیامبر هم خوب راضی شده بود از ایشون و از همراهی و صحبت ایشون. و نکته خیلی قابل تأملی که وجود داره، ایشون همیشه خجالت میکشید که به رسول خدا صلی الله علیه و سلم نگاه بکنه، شرم و حیا داشت به خاطر تمام اشتباهاتی که در گذشته انجام داده بود. میگن ابو سفیان ابن حارث همیشه انگشت ندامت رو گاز میزد، اصطلاحاً یعنی پشیمان بود از آنچه که در اون روزهای گذشته انجام داده در جاهلیت، که چگونه از نور خدا دور بود، از کتاب خدا دور بود، در تمام تلاشش رو میکرد با تلاوت بیشتر قرآن و عبادت در شب و روز بتونه اون روزهای گذشته رو فراموش بکنه، جبران بکنه. از دنیا و از این گنجینه های دنیا دیگه خودش رو دور کرده بود و با تمام وجود خودش رو در خدمت دین خدا، رسول خدا صلی الله علیه و سلم قرار داده بود. که میگه یه روزی نقل شده که میگه که عایشه یه روز پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم وارد مسجد شد، رو به عایشه کرد، گفت میدونی این کیه؟ ببینید این قدر این تغییر کرده بود. گفت عایشه میگه نه یا رسول الله. گفت این ابن عمی، پسر عموی من هست، ابو سفیان ابن حارث. نگاه کن، اولین کسیه که همیشه به مسجد میره، آخرین کسیه که از مسجد میاد بیرون. و
میگه ابو سفیان ابن حارث چشماش از روی کفشاش بر نمی داشت که مبادا خدای نکرده پیامبر یعنی خجالت میکشید از نگاه به پیامبر. زمانی هم که رسول خدا صلی الله علیه و سلم این دنیای فانی رو رها کرد و به نزد الله رب العالمین رفت، ابو سفیان خیلی غم اندوه خورد، غم اندوهی که واقعا براش سابقه نداشت، به شدت بر پیامبر خدا میگریست و چون شاعر هم بود خب قصایدی داره در رسای پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم این قصاید رو خوند. و در زمان خلافت عمر فاروق رضی الله عنه ابو سفیان ابن حارث دیگه احساس کرد اجلش نزدیک شده، خودش رفت برای خودش قبری کند با دست خودش و میگن زیاد طول نکشید تا اینکه مرگش رسید و بالاخره رو به همسرش کرد و رو به فرزندانش کرد و خانوادگی که باهاش بودن گفت نگاه کنید برای من گریه نکنید، قسم به خدا من از اون روزی که مسلمان شدم تا الان سعی کردم هیچ خطا و اشتباهی رو انجام ندم، ناراحت نباشید و خوشحال باشید که میگن روحش از این دنیا رفت و عمر فاروق رضی الله عنه بر ایشون نماز خوند و خب قابل تأمل هست. میگن اون روزی که ایشون از دنیا رفت روزی بود که همه مسلمان ها غم و اندوه پیدا کردن به خاطر اینی که ایشون دیگه دیده بودن اینقدر نیک هست، اینقدر بالاخره با صداقت عمل کرده. خدا کنه خداوند این توفیق رو بده همه ما بتونیم قدر زندگی خودمون رو بدونیم، خدای نکرده اگه مرتکب معصیت و نافرمانی هستیم توبه کنیم و زندگی خودمون رو در مسیر خیر قرار بدیم. خدا یار و نگهدارتون.